نبي بعده. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لله تعالی. امروز باشد عزیزان دل، خواستم در بیان یک عملی که امروز در بین من و شما شایع هسته، تقریبا که همه ما مسلمان ها او را انجام میدهیم و او یکم توجهی نداریم، یعنی زادروز و زبان روسی او را دیرجدینی میگویند. در بین من و شما بسیار شایع شدگی این عمل. عزیزان دل، اگر نظر کنیم این عمل را، پیدایش همین زادروز را از کجا هسته، در شریعت مقدس نه در قرآن و نه در حدیث و نه در صحابه و نه در سلفی صالح این را پیدا نمیکنیم. سرچشمه پیدایش این زادروز مسلمان ها که علاقه در همه دولت ها، بین دولت های بگیم که کفری هستند و در بین همه مردم زندگی که میکنن، به هر طریق مردم که زندگی میکنن علاقه همون اثری همین زادروز را گرفتن از مردم مسیح به ما مسلمان ها اثر کرده است. اگر من و شما نظر کنیم، اصلی پیدایش همین زادروز را جشن گرفتن در مردم نصرانیت، در مردم مسیح هسته که او را انجام میدهند و من و شما هم کورکورانه تقلید کرده این عمل انجام میدهیم. عزیزان دل، اگر که ما دین حقیقت شا بخواهیم، اگر چند حقیقت تلخ هسته، لکن روی حقیقت اگر ورق بزنیم، اصلا این چیز جایز نیست، باید گرفتش نشود و هر چیزی که جایز نیست گرفتن نشود، تقلید به دیگر وقتی که میکنیم، برای تقلید حدیث های زیاده هسته که ما را از این کارها منع میکنن. همچنان پیغمبر میگوید که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگوید که مفهوم حدیث همین است که اگر کسی با کدام شخصی، با کدام گروهی، با کدام مردم تشبیه بدهد، فردای قیامت با همون مردم حشر میشه. یعنی که این زادروز را گرفتن در آیین اسلام نیست، در تاریخ اسلام مدگی نیست. لکن عزیزان دل، شما یک نظر کنید که ما هر وقتی که هر یک حرامی را به دین خود داخل میکنیم، به مردم خود داخل میکنیم، اون حرام سبب میشوه و چندین عملهای فرض از بین ما میروه، چندین عملهای فرض از بین ما میروه، چندین عملهای فرض از بین ما میروه. یا بگیم یک عملی را که در دین جای نداره، بدعت هسته، میاریم میدروریمش، چندین سنت از بین میروه. یا بگیم چندین عمل نامشروع است، میاریم میدروریمش، چندین صدقه و احسان از بین میروه. یک اسراف میاریم در بین میدروریم، صدقات احسان ما هم از بین میروه. به همین خاطر انسانی که چشم دل داشته باشه میفهمه، چشم دل داشته باشه میفهمه. اینا بعضیش هم مثال بزنیم. ده امروز قریب در اکثریت ما مسلمان ها ذبح قربانی، یعنی وقتی که عید قربان می درآید، ذبح قربانی قریب در اکثریت ما مسلمان ها واجب است. یعنی امروز مسلمان ها علاقه بگیم که 3-4 در خونه و در دوران در یک خونه زندگی میکنن، بگیم که اون شیفانیراش و لباس ها بسیار هستن، گاو و مال زیاد دارن، زمین ها زیاد دارن، در قربانی همه اینها را حساب میکنن. وقتی همه اینها را که حساب کردن، علاقه قربانی در گردن اکثریت من شما واجب میشه. اینا نگاه کنیم، قربانی را اکثریت نمیکنن، لکن بعدی که یک خشتور میبره، بعد صدقه ها و بگیم که 45 شنبگی که اصل اساس ندارن، بعد سر میکنن. نگاه کنید که یک امر الهی را در زندگی ما نگرفتیم، یک عمل های بدعت آمد در آمد. به این طریق زیاد هستن. لکن امروز موضوع من شما در اطراف همین زادروز هسته، از موضوع بیرون نریم.
عزیزان دل سلف صالح در عمل صالحشون، در رفتار یک خوبی را که انجام میدادن، بعد او را مثلا رنگ جشن میگفتن. بالفرض کردیم نظر میده در معطای امام مالک رحمت الله علیه میاره که حضرت عمر رضی الله عنه بعد 10 سال یا 12 سال اگر اشتباه نکنم سوره بقره را وقتی که از یاد کرد، در طول 10 یا 12 سال حضرت عمر رضی الله عنه سوره بقره را وقتی که حفظ کرد، بعدا یک شتر چکو کرد ذبح کرد و به مردم صدقه کرد. از این عمل عمر رضی الله عنه ما یک نشونما باید بیویم. یعنی وقتی که امروز طفل های من شما برای چی تعلیم نمیگیرن؟ امروز برای چی ما بی سواد موندگی هستیم، بی توفیق شدگی هستیم؟ به خاطر که تقلید به کفر میکنیم. اگر همو فرزند ما را که وعدش کنیم که این مثلا این قرآن را اگر تو بگیم که درست خواندن یاد گرفتی، ما به تو این گونه لباس هدیه میکنم یا به تو این طریق طعام درست میکنم. اون کودک زیرک میشه و حرکت میکنه و به خوندن میل میکنه. یا که بالفرض کردیم همون مادر همون پدر در همون خاندان وقتی که قرآن چکو میکنه میخونه تمام میکنه، از یاد میکنه یا چند پاره از یاد میکنه یا از روز خواندنش چکو میکنه تمام میکنه، بعدا یه طعام درست کنه به فرزنداش بگه که من این روز قرآن از روش به طریق تجوید خوندن تمام کردم، به همین خاطر این طعام درست کردم. اون کودک‌ها میبینن الکی میفهمن یا درک میکنه که این قرآن از روش خوندن یک نعمت بزرگی هست که ما ایرا باید در زندگیمون داشته باشیم. الکی در شعور خود کودک‌ها همین فعل میگیرن. به این طریق کارهای نیک زیاد هستن که ما انجام بدیم. یعنی وقتی ما تقلید به معرخای اسلامی خود کنیم، به سلفی صالح، به صحابه که کنیم، در زندگی ما یا بهبودی میوید. لکن ما فقط تقلید به مسیحی ها کردیم، تقلید به کفار کردیم، زادروز یا به اصطلاح روسی بگیریم درجدینی ها کردیم، چگونه که ما گمراه هستیم، فرزندای ما از ما در زیادتر گمراه میشوند. فرزندای ما از ما و شما در زیادتر گمراه میشن. به خاطر که محمد اقبال علیه رحمه میگه که هر مردمی که تقلید غرب میکنه، اون خلق اون مردمی که تقلید کرده است به مثل خاک چکو میکنه اجزای خودش میشکنه، از بین میروه، از بین میروه. به همین خاطر عزیزان دل در زندگی من شما باید کوشش کنیم که تقلید کفار نداشته باشیم. کوشش کنیم که از این رفتارهایی که نصرانی‌ها به من شما یک ایجادیات آوردن از این پرهیز کنیم. کوشش کنیم که به عملهای صالح یک عمل صالح ایجاد کنیم که فرزندان من شما من بعد به او پیشرفت در دین داشته باشند، پیشرفت در دنیاشو داشته باشند. چی یک کتاب درست خوندن یاد میگیره، چی یک کتاب حفظ کردن یاد میگیره، او را به یک وعده های خوب، به یک هدیه های خوب شوق و ذوقش زیاد کنیم تا که در دین پیشرفت کنه. این از پیشرفتی من شما در دین، نه اینکه تقلید کورکورانه به مثل مسیحیان و یهودیان کردن. الله متعال همه من شما را هدایت به راه راست نصیب و روزی بگرداند. آمین.